دوستان سلام، یه بار دیگه عیدتون مبارک. از قدیم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. رسید نکوی بهار امسال رو خود ولی فقید داد. چجوری؟ الان عرض میکنم. اول با شعاری که برای سال 95 انتخاب کرد. اون چه که من به عنوان شعار امسال انتخاب میکنم عبارت است از اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. بعدم تو سخنرانی مشهدش اون چنان آه و ناله‌ای کرد که به عالم آدم نشون داد که تو چه بنبست فلاکت باری گیر کرده. اون سیاستی که مورد نظر اونهاست این است که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد، چاره ای ندارد جز اینکه یکی از این دو راه رو انتخاب کنه. اون دوراهی عبارت است از اینکه یا باید با آمریکا کنار بیان یا باید به طور دائم فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از اون رو تحمل کنند. بله، زهرخوری تو سال 94 به شکرخوری تو سال 95 منجر میشه. عظما از بنبست و دوراهی شروع کرد، بعدم رسید به چشماندازهای تیره و تاره پیش رو، یعنی خودش ته خط نظامشو خوند. کم کم کار رو به اینجا میرسونن که اینی که شما میگویید باید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه باید بر طبق احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد. چرا؟ اینا برخلاف آزادی است. خب وقتی یه چنین چشم اندازی پیش روی نظامه و عظما هم به چنین فلاکتی افتاده، دیگه تکلیف جک و جونوراش معلومه. یعنی کار به اونجا رسیده که خرچنگ نظامم میاد تو جمعه بازار و عظما رو سکه یه پول میکنه. موضوع اول نامگذاری سال به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. این نامگذاری، این طرح اقتصاد مقاومتی مال امسال نیست، چند سال آقا داره مطرح میکنه. بابا عجب خرچنگ نمک نشناسیه این. تو نماینده ولی فقیهی یا نمایش دهنده طلسم شکسته عظما؟ این آقایی که چند ساله داره مطرح میکنه و کسی محل سگم بهش نمیذاره، خب چرا دوباره میخواد شانسشو آزمایش کنه؟ حالا او یه حرف مفتی تو اول سال گفت، تو چرا دوباره تو بوقش میکنی؟ خب آخه بگو ببینم چی شد که این اقتصاد مقاومتی عملی نشد؟ مدتی گذشت به امید به برجام، که برجام بالاخره چه میشه؟ یک گشایشی به روی ما ایجاد بشه و امید به بیرون بود. قدری اقتصاد مقاومتی زمین ماند. دقیق دارم تعبیر میکنم، میگم قدری، یعنی شعارش به حمدالله فت و فراوون داده شد. بازم که به عظما جفتک زدی که. میگه قدری روی زمین بود، بعدم هرچی بود شعارهای فت و فراوون بود. البته باید به این خرچنگ عمامدار گفت کجا قدری روی زمین بود. بابا این اقتصاد مقاومتی عظما همش رو هوا بود. نکته اول تفسیر اقتصاد مقاومتی است که خود آقا تفسیر کردن. مقاومت اقتصادی، ما اقتصادمون را یه جوری بسازیم که تکانه های جهانی و غیر جهانی نلرزوندش.
تکانهای جهانی رو که داریم میبینیم، اما تکانهای غیر جهانی چه سیغه‌ایه؟ منظورت تکانهای مربوط به کره مریخ و ماهه؟ 2. مقام معظم رهبری برای اینکه این اقتصاد مقاومتی از تفسیر گون در بیاد 10 تا راه بیان کردند. نکته سوم آن است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی ما باید یک کمی در عرصه فرهنگ کار تلاش کنیم. بازم که عظما رو چزوندی، چند ساله که داره میگه، بعد کسی محل نمیذاره. تازه 10 تا راه هم که گفته که یکیش هم نرفته، بعد میخوای از تکانها نلرزه. از همه اینا گذشته خودش گفته من عمدن نرفتم سراغ فرهنگ، اومدم سراغ اقتصاد. بعد تو میگی باید در عرصه فرهنگ کار کنی. ولایت مدارید این بود؟ بله دیگه، وقتی طلسم شکسته باشه دوستی خرچنگ با عظما هم میشه دوستی خال خرسه. تا فردا و یه موش کافیه دیگه. خداحافظ همگی.